میفرمودی خسرو خان. هوشنگ خان، شما هم اگه کرایتون رو با گرانی نان بالا بردین لطفا همین بغل نگه دارین، بقیه راه رو پیاده میریم. بابا پیاده برید؟ ایول آقا خسرو، مگه از رو جنازه هوشنگ رد شید؟ بابا این حرفا چیه؟ کرایه ما همون کرایه قبلی است، اما واسه شما 2 شاخه گل. اصلا حرفش هم نزنید، مهمون منید. خدا از بزرگی کمتون نکنه، خیلی ممنون. آخه ما هفته 1 بار فقط در حد پول ما سوار تاکسی میشیم، قربانتو برم. راست میگه. آخه هفته پیش تو تاکسی بودم، یکی از دوستای بابام سوار شد، منم فقط اندازه خودم کرایه داشتم. نه بابا. آمدم یه تعارفی بزنم، گفتم آقا کرایه شما رو هم حساب بکنم. گفت باشه حساب بکن، دست درد نکنه. دیگه نتونستم چیزی بگم، فقط سردم زیر گریه. ای بابا ای آتیش بباره به گور این آخوندها، هیچی نداره. لامصبا همه همینجور دستنگن خسرو جون، همه همینجور دستنگن. الان وضعیتمون توی مملکت شده عینهون رقص لزگی. تا میای بیشینی یهو قیمت ها میره بالا، مجبوری از جات بپری. ای الهی باعث و بانیش زیر 18 چرخ بره. الهی آمین. آقا خسرو ببخشید، جسارت نباشه شغل شما چیه؟ مثل باقی لیسانس های مملکت، بیکار. ای بابا، لیسانس و بیکار؟ خب اقلندش برو تو یکی این شرکت های خصوصی استخدام شو. هوشنگ خان، اون شرکتی که 4 سال پیش تو مصاحبه شغلی از من پرسید خودتو 5 سال آینده کجا میبینی؟ خودش 2 سال ورشکست شده. ای لعنت به روح آبا و اجداد اول تا آخر عظما و جله اراذلش، از محصولات اقتصاد آخوندیه دیگه. بابا 4 روز اومدیم توی دنیا، به جای که به قول اون شاعر معروف از خودمون بپرسیم ز کجا آمدنم برای چه بود، ای باید مرتب از خودمون بپرسیم چرا خیار گرون شد، چرا برنج گرون شد، چرا مرغ صفی شد، چرا برق قطع شد. ای بابا. هوشنگ خان شاید باورت نشه، یکی از دوستانم به خاطر تصادف از سال 95 رفت تو کوما. بالاخره کما پیش بیهوش اومد. چند روز پیش رفته بود سوپر خرید کنه، قیمتا رو که پرسید سکته مغازی کرد، دوباره رفت تو کوما. معلوم نیست که دیگه کی بیهوش بیاد، خدا میدونه. عجب شانسی آورد. آخه تفلکی حتما حس اعصاب کف بهش دست داده. خوش به حال اعصاب کف. یه بار خوابیدن و بیدار شدن دیدن قیمت ها تغییر کرده. اینجا بخوابی نخوابی، روز باشه شب باشه، تعطیل باشه یا نباشه، قیمت ها آسانسوری همینجور میره بالا. هر چی میکشیم از دست آخوند جماعته. انگار مثل اون آخوند فسیل جنتی مرگ ندارن. اصلا شما بگین تا الان روی دیوار اعلامیه یه آخوند دیدی که مرده باشه؟ ای بر پدرتون. ای بابا آقا سی، آخوندا که نمیمیرن، مفت میخوره مفت میچره. باز یکم کمکشون کنیم، راه جهنم رو باز نشونشون بدیم. یکم هم هول نیاز دارن و یه دنده کمک. هوشنگ خان، توی توییتر یه دوست ژاپنی دارم. ای بابا دوست ژاپنی هم داری؟ بابا خیلی ایولی. بهش میگم حداقل حقوق تو ایران $120. میپرسید در ساعت. ای تو روح پدرت خامنی. ای بابا عیب نداره، این روزگارم میگذره، نوبت ما هم میرسه. خودشونم خوب میدونن چی در انتظارشونه. خلاصه اگه یه روز دیدید که یکی کتشو کرده تو شلوارش، بدونید طرف آخونده، داره جیم الف جا فلنگو میبنده. جا نخورید بابا، اولین بارشه، خلاصه بلد نیست. صفای وجود هوشنگ خان، گل گفتی. بریم برای هل دادن و دنده کمک آماده بشیم که چه صفایی داره. بریم. ایوال آره. بریم از دنده کمک و هل دادن به سمت جهنم.